سلام دوستان، امیدوارم حال شما خوب باشه. امروز بیت کوین اتریوم و بعضی ارزهای دیگر را تحلیل میکنیم. خب این 4 تا بیت کوین از در تنفرم هفتگی و تقریبا 5 روز 21 ساعت دیگه مانده که این کندل این ببنده، این کندل قرمز. خب اگر الان نمیتونیم حد بزنیم تا گوشم ببنده، اگر بالای این بادی این قرمز 3 هفته قبل که ببندیم، یعنی تا 95321 خیلی برای بالا شدیم ما که بتونه تا 100,000 حرکت داشته باشیم یا 106,000 خیلی خوبه. تا اونجا راحت میتونیم بالا بریم. ما در تنفریم روزانه خب ما یه سقف کف بالاتر دادیم در روزانه. اگر 93,461 که بشکنیم، اگر بالای 93,000 ما کندل روزانه ببندیم، یعنی تا جای بالا رو ما سعودی شده و میتونه تا اولین جایی که به سمت بالا بره همین 100,000 101,000 این همه باشه. و در غیر این صورت اگر بیاد زیر همین محدود 86,000 کندل ببنده، بالا رو ما ندیده میشه تا چند مدتی. خب در 4 ساعته نگاه بندازیم، در تا فیلم 4 ساعته اینجا معلوم میشه که بالا رو ما یکم رنج میزنه و باکسی درست کرده. خب این امکانش هست که به سمت بالا بیشتر بشکنه، ولی اگر ما زیر این محدوده تقریبا 89,000 کندل 1 ساعت ببندیم، میتونیم بالا رو ما تا اینجا که نزولی بشه و اگر پوزیشن شد باز کنیم، سیویل سود کنیم، همین 84,700 و دیگه یه برخورد به 3400 داشته باشیم و اصلاح بدیم و بعدش وارد معامله لانگ میشیم. در 1 ساعت نگاه کنیم، در 1 ساعت قشنگتر میتونیم نگاه کنیم. ما در تایم فریم 1 ساعت اول اینجا که میتونیم وارد پوزیشن بشیم، همین دیجکت که خورده اینجا رو فکر در نظر میگیریم. یه بار دیگه اگر بیاد اینجا رو بشکنه و یه پول بک بزنه، در ادامه حرکت اگر حجم ما زیاد بود وارد معامله لانگ میشیم، اگر نبود نمیشیم. صبر میکنیم بیاد زیر این کف رو بشکنه و وارد معامله شورت میشیم و در 15 دقیقه مثل همین تفاوتی نداره. در 15 دقیقه سریع میتونیم ورود بزنیم. ما در 15 دقیقه اینجا کف درست کردیم. اگر از اینجا بالا بره و اینجا رو نشکنه و سمت پایین اومد، حجم ما زیاد بود، با شکست اینجا اگر خیلی زیاد بود قبل از شکست ما پوزیشن شورت باز میکنیم و بعد ETH نگاه کنیم. ETH سمت روزانه و میدیم. خب در تنفیدیم روزانه که میبینید که نزولی است و مثل بیت کوین یه کف بالاتر زده، سقف بالاتر زده، اولی اینجا رو بشکنه و بعد میبینیم که سقف بالاتر هم زده. ببخشید نه، سقف بالاتر و کف بالاتر یعنی اینجا اومدیم، فقط الان سقف و کف بالاتر زدیم، باید این سقف قبلی رو بشکنه که ما بالا رو سعودی بشه. در غیر این صورت هیچ اتفاقی نمیفته و میتونه به سمت پایین حرکت داشته باشه. خب روزانه بالای 3,300 کندل بستیم، میتونه وارد معامله لانگ بشه یا کسایی که صفات کار میکنن اینجا بخرن. در 4 ساعت اول اینجا که تو میتونی پوزیشن و شورت باز کنی 3,000 است و برای لانگ اول اینجا همین جایی که به قیمت نزدیکش هست 3,137 خیلی پر ریسک. اگر میخوایی کم ریسک باشی بذار اینجا یه برخورد کنه و بیاد سقف اینجا رو ببینه. در ادامه اگر مثل بیت کوین از ما زیاد بود میدونیم وارد پوزیشن لانگ میشیم. خب در 1 ساعت نگاه کنید. در 1 ساعت این هم مثل بیت کوین از اینجا جایی که ریجکت خورده همین 3,145 اینجا رو اگر بشکنه و تایید کندل بگیریم ما پوزیشن لانگ باز میکنیم و برای شورت خیلی بریسک میشه. اگر شما بریسک هم نمیشه ولی باید دو طرفه کار کنیم این وقتی که بالا در این شرایطه و امکان زیاد میره که به سمت بالا زیاد حرکت داشته باشیم، ولی اگر نداشته باشیم همینجوری یک کندل قرمز زیر بزن و زیر همین ببنده ما میتونیم پوزیشن شورت باز بکنیم. عرض بعدی ما هست
سولونا قبل سولونا ما میریم دامینانس تتر رو چک میکنیم. در روزانه اول چک میکنیم که ببینیم به کدوم سمت رفته. دامینانس تتر در روزانه سعودی است و من تمسکری کنم اینو. در روزانه ما سعودی است، مگر بالای همین 6.449 کندر روزانه ببندیم. خب بازار منزلی میشه و این میره به سمت بالا، ولی اگر زیر همین کفه که ساخته زیر این ببندیم ما بازار ما سعودی میشه و این نزولی میشه. این برعکس بازار است و اولین جایی که میتونید سیف کنید در دامینانس تتر بر اساس دامینانس تتر همین 5.5 و بعدش میشه 5% در 4 ساعت زیاد تایید خوب میگیریم بید. اگر ما بالای همین 6.170 کندر ببندیم بالا رو ما میتونه به سمت بالا بره، این میتونه به سمت بالا بره، نه کلا بالا میریزه برعکس. ولی اگر بیاد زیر همین کف ببندیم یعنی 5.89 بالا رو ما تتر به سمت پایین میریزه و بالا به سمت بالا میره و بعدش دامینانس بیتکوین است که اینا تو روزانه رو چک کنیم. در چند فریم روزانه این زیاد قشنگ حرکت نمیکنه، یا بار بالا میره یا بار پایین. برای اینکه این مسئولی بشه زیر همین محدود کندر اگر ببندیم 50% میتونه دامینانس بیتکوین به سمت پایین بریزه و اگر بالای سعودی باشه آلت کوین ها خیلی بالاتر میرن و برعکس اون 55 اگر بشکنه اگر بازار منزلی باشه هم بازار میریزه و بیشتر آلت کوین ها نابود میشه. حالا بریم سمت سولونا در روزانه باکس درست کرده و این باکس خیلی قشنگ‌تره. اگر به سمت پایین تایید گرفتیم در 4 ساعت 1 ساعت با عدد خوب پوزیشنش رو بول میکنیم. اگر به سمت بالا گرفتیم پوزیشن رو و این امکانش هست که این یه بار اینجا رو فکر کنه و بیاد برگرده سقف کار بالاتر تو باکس بزنه در 1 ساعت و بره به سمت بالا اینجا رو بشکنه و تا 165 یا 180 حرکت کنه. در 4 ساعت خب در 4 ساعت ما مثل بیتکوین عمل کرده اینم، ولی باکسش خیلی قشنگ‌تره. اگر اینا متوجه بشیم هر موقع که هر سمت شکست یا واکنش گرفتیم از اینجا میتونیم نرخ کاملا ترید کنیم و یا اگر زیر این تایید بگیریم همین 133 سعودی اگر تایید بگیریم میتونه به سمت پایین حرکت کنیم و به سمت بالا فعلا نمیتونیم تریگر بدم. در 4 ساعت باید در 1 ساعت نگاه کنیم. در 1 ساعت ما خب در 1 ساعت همین جایی که قرار داره اونجا رو فکر در نظر میگیریم بیاد اینجا یا فکر کنم و دوباره برگرده. هر موقع که برگشت اگر بالا اینجا ما تایید گرفتیم میریم بالای این سر میریم پوزیشن لانگ باز میکنیم و عرض بعدی میشه لینک خیلی میتونه خوب حرکت کنه. اول در روزانه نگاه میکنیم لینک رو ببینیم لینک در روزانه نزولی است بچه ها. در روزانه لینک نزولی است و رسیده بچه ها حمایتش کرد همین محدود میشه محدود تقریبا. اگر از اینجا یه باکس من بکشم اینجا هست جای حمایتش و این میتونه یکم دیگه هم بیاد به سمت پایین و امکانش هست که به سمت پایین بریزه. اگر بالای 14.6 تایید بگم نداشته باشم این میتونه دوباره بیاد به سمت همین $11 در 4 ساعت ما اینم خب این زیاد رنگ نداده و باکس درست نکرده. اگر ما بالای همین 14 در 4 ساعت تایید بگیریم میتونیم پوزیشن لانگ باز کنیم. این یه سقف کاف بالاتر میشه، این سقف کاف بالاتر و آمده روی این سقف هم این سقف قبلی رو دیده و میتونه دوباره یه حرکت اندازه همین لیگ قبلی داشته باشه. به اندازه چقدر الان درصدی نگاه کنیم از اینجا حرکت کرده نزدیک 20%. اگر 20% دوباره حرکت کنیم که از اینجا باشه
تقریبا تا $16 اینا میتونید حرکت کنید. اگر بالای $14 و $14.6 و $14 تایید بگیریم در یک ساعت هم خب بچه ها خیلی باکس خوبی درست کرده. زیر این تایید بگیریم امکان زیاد است که اینجا دوباره فکر کنم. اگر زیر این تایید خوبی گرفتیم با حجم بیشتر پوزیشن شد و بالای این باکس گرفتیم پوزیشن لا و امکان بیشتر میده که بسنده با اینو بشکنه و حد دیگه ECH هست. اول در روزانه یه تحلیل داشته باشیم روش در روزانه که این خب من در روزانه این معلوم میشه که یه باکس درست کرده که اینجا تقریبا خیلی رفته. از اینجا اگر بگیریم تا اینجا نزدیک $175 تا اینجا سرنج میزنه و تو تحلیل قبلا گفتم اینجا اگر بشکنه میتونیم تا اینجا حرکت کنه و اگر اینجا بشکنه یه لیگ قوی‌تر میتونیم سعودی بگیریم برای ECH. خب ما در روزانه نباید تایید بگیریم که اگر در روزانه این تایید بگیریم خیلی به سمت بالا میره و در 4 ساعته تایید بگیریم. در 4 ساعته اول اینجا که میتونید تایید بگیریم یعنی $599 و $600 آره اینجا و اومده این سقف هم دیده که اگر امکانش هست اینجا رو سریع‌تر هم بشکنه. در 4 ساعته ما از همینجا اگر بالا بریم به اینجا برخورد کنیم اصلاح بدیم در 1 ساعته دوباره اینجا رو بشکنیم میتونیم سمت بالا بریم و در غیر این صورت اگر بیاد لیره همین کفه ببینه 560 میلیگه میشه در 1 ساعته. خب مقاومت یکم بالاتر میره در 1 ساعته مثل همون 4 ساعته باید عمل کنیم ولی اگر ما در 1 ساعته از همین جایی که ریخته یعنی به سمت پایین رفته دوباره بیاد به سمت بالا و سقف رو پایین تر زد پوزیشنش رو دنبال میکنم. خب بچه امیدوارم این ویدیو برایشان مفید باشه. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.